ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 25. فصل 17. وصیت‌نامه. از میرزای ارگنچی عریضه‌چی آمده است. این خبر امیر را که در راه قرغان تپه برای گریختن به افغانستان تیاری میدید از راه باز داشت. خود او در کجا بوده است؟ گفت امیر از گوینده خبر پرسید. در بند از اسکران سرخ به یک کوه گریخته از اسب افتاده، قاش زین به شکمش در آمده مجروح شده بوده است. به سراجه بار کرده به دوشنبهش آوردند. گفته پیش خدمت به امیر ایضاح داد. امیر عریضه میرزای ارگنچی را طلب کرده خواند. مضمون عریضه این بود: بلشویکان از بایسون برگشته رفتند. حاضر در اون طرفی دربند ایستادند. به سپاهیان هیچ اعتماد کردن درست نیست که اینها خودشان وهمیده ذات همایون را به گریز وادار می کنند. به فقرا البته تکیه کرده نمی شود. چنانچه فقرایان دوشنبه و حصار می خواستند که به دولت عالی کورنمکی کرده به پیشواز بلشویکان برآیند. من به بالای کار رسیده آمدم، همه را پراکنده کردم. ملایان دعاگوی دولت عالی باشند هم غیر از بلیگویی از دستشان کاری نمی آید. در این گونه روزها تنها به دزدان نامی تکیه کردن ممکن است. من این معنی را بارها به پیشگاه همایون عرض کردم. اگر گرسوخته نصرالله به گفته من می درآمد، من در سال 1917 همه جدیدان را به واسطه دزدان خودم تصدقات عالی کنانده خس کم و جهان پاک می کردم و اینقدر فتنه ها هم پیدا نمی شد. از دولت های بیرونه تنها از انگلیس امید کردن درست است. آنها همیشه می خواهند ترکستان را از دست روسان بگیرند. دولت افغان باشد قول ندارد. وقتی که به دولت عالی زخم چشم رسید، چیزهای وعده کرده شان را نداد و باز هم یاری می دهم گفته فریب داده گشتند. به جدید بودن امان الله هیچ شک و شبهه نیست. بنابراین ذات عالی دزدان نامی مملکت خودمان را جمع آورده و از باسمچیان فرغانه هم یاری طلبیده بازگشته به دوشنبه آیند و اساس سلطنت را برقرار دارند و به هندوستان وکیل فرستاده از دولت انگلیس هرچی خواهند گرفته می توانند. انشاءالله به دولت عالی هیچ آفتی نیست. خودی من در راه اسلام سخت مجروح شدم، دور نیست که بمیرم. این است وصیت من به بارگاه همایونی. باقی باد دولت عالی. امیر پس از خواندن عریضه به امام قل گفت: مگر به خودی میرزای ارگنچی اعتماد کردن ممکن است؟ البته نیه. اولیا قلبی که پدر به پدر نمک خوری دولتی ماست، به ما چی کرد که این کند؟ اولیا قلبی مرا ترسانده به این طرف گریزنده خودش همه چیزها را برداشته به طرف کولاب رفت. دور نیست که خودی میرزای ارگنچی هم مرا فریب داده به دوشنبه برده دستگیر کرده به دست بلشویکان سپردنی باشد. یک گپش معقول است که تنها به دزدان تکیه کردن ممکن است میگوید. کسب دزدان دزدی است. اگر دزدی را از نام من کنند آنها شکر گفته به من خدمت کردن میگیرند. از غیر دزدان به سوداگران هم اعتماد کردن ممکن است، زیرا بدترین دشمنان بلشویکان سوداگرانند. بنابراین به قول میرزای ارگنچی فریفته نشده، اول برای فهمیدن حقیقت حال حاج علیم بای سوداگر را به دوشنبه فرستادم در کار است. امیر پس از قدری اندیشه کرده ایستادن گفت:
حاضر میرزای ارغنجی را هم نرنجاندن در کار است. بنابراین به نام وی شما را حاکم حصار و دوشنبه تعیین کردیم تا بازگشت رفتن ما مملکت را سرشته کرده ایستید گفته خط شود. اگر فریبش معلوم شود پس از آن جزا خواهم داد. حاجی علیمبای به دوشنبه آمد که میرزای ارغنجی مرده است و از کلان شوندگان آنجا دزدان نامی اینجا کیست؟ گفته پرسید. مشهورترین دزدان ابراهیم گلو پسری چقبای توسبای لقای و همراه وی عبدالله خالق است گفته درک دادند. بعد از 1 ساعت ابراهیم گلو و عبدالخالق به طرف بایسون برای آوردن خبری پخته روانه شدند و حاجی علیمبای منتظر خبر آنها شده در دوشنبه ماند. فصل 18. سلطنت دوباره. بوریبداش دزد با شرفبای قرشگی 1000 نفر مرد جنگی خون داشته در بند را پاسبانی می کنند. بنابراین به دولت عالی هیچ گونه خلل راه نخواهد یافت. این خبر که از نتیجه تحقیق حاجی علیمبای به امیر رسید او را وادار کرد که زود برگشته به دوشنبه آید و برای سلطنت دوباره اساس گذارد. بوریبتاش دوست شرفبای قرشگی امیر می گفت اینها نماینده 2 گروه دزدان و بایانند که به آنها اعتماد و تکیه کردن ممکن است. این یک فال نیک است که مرا به استواری یافتن سلطنت دوباره هم امیدوار می کند. حیفا که یابنده این فکر از میان رفته است، یعنی میرزای ارغنجی مرده است. خب ضرر ندارد، عصای پیر به جای پیر. وی مرده باشد پسرش را در دوشنبه و حصار حاکم تعیین می کنم. امیر پس از آمدن به دوشنبه النوکران و سپاهیان از اطراف جمع شده را عملدار کردن گرفت. از سپاهیان و النوکران تارتق بالای تارتق می آمد و از جانب امیر یرلیق بالای یرلیق می برآمد، به حدی که در بین میرزای منشی که یرلیق می نوشت و خزینه‌چی که پولی کاغذی نقش می کرد در بالای بسیارتر به اختیار خود گرفتن کاغذ مناقشه می رفت. به هر حال هر دوی اینها در کاغذ اسراف کنی از یکدیگر ماندنی نداشتند. اودیچی و شغول، محرم و یسول، منشی و دفتردار، دربان و شربتدار همه تعیین شده قرغان دوشنبه رنگی دربار بخارا را گرفت. کارها موافق مدعا درست شده ایستاده است. امیر می گفت حیفا که تنگه و طلا کمی می کند. از این وجه به خاطر عالی هیچ گونه اندیشه راه نیابد که غلامشان من، امام قل گفت، چاره این کمبودی را اندیشیدم. حقیقتا تو به من جان سپاری بیمانند هستی. گویی که چاره بیشتر یافتن تنگه و طلا چیست؟ در دوشنبه امام قل میگوید 80 خانوار یهودیان هستند که نقدینه و اسباب زینت زنانه اینها را گرفته خودهاشان را به حصار فرستاده در زندان آنجا حبس کردن در کار است. ما به این تیر چند نشان را میزنیم. اول آن که با نقدینه و با تنگه و طلای نو که از اسباب زینت زنانه آنها ضرب میکنیم در خزینه خیلی تنگه و طلا پیدا می شود. دویم خانه و جای و اسباب روزگار اینها را به اهل دربار عالی تقسیم کرده می دهیم. اینها از خانه بردوشی خلاص می شوند. سیوم که با این کار ما چشم فقرای حصار و دوشنبه که با خبر آمدی بلشویکان به ما بیجا شده است به خانهش افتیده به هر حکم و فرمان عالی گردن می دهند. با پایدار شدن سلطنت عالی دل بسته در وقت طلب بی جنجال و خرخشه مال و چیز دختر و پسرشان را به ما می سپارند. در یک روز همه این فکرها اجرا شد. یهودیان همه چیزها و خانه و جای خود را از دست داده سر و پا برهنه بچگان صغیر خود را برداشته پای پیاده به زندان حصار رفتند، یعنی فرستاده شدند. امام قل حال یهودیان را به طریق مثال به مردم نشان داده گفت که اگر هر کس از فرمان عالی سر پیچد و گردن تابد
به همین حال که یهودیان افتادند گرفتار می شود. اگر از زندگی و از خانمان امید دارید، هرچی نقدینه و اسبابی که داشته باشید به هیچ گونه قیل و قال به خزینه عالی سپارید، وگرنه هرچی به سرتان آید از جناب عالی گله نکنید و از اعمال بدی خود دانید. این امر هم اجرا شدن گرفت، زیرا مردم ترسیدند که اگر گردن تابی کنند جزاهای امام قل نشان داده را در حق خودشان النوکر و اعیان مملکت خودشان که در این سلطنت دوباره به عملهای کلان رسیده به جای ملتقهای شاهدار خود ملتقهای دنباله پر گرفتند اجرا خواهند کرد. در نتیجه 1 درجه استواری یافتن خزینه امیر، مسئله عیش و عشرتش هم به خوبی حل شدن گرفت. یک زن جوان اولیا قلبیک در وقت گریختن خودش بنابر نوزاییده بودنش در قشلاق خانقاه به دست زاهد مینگباشی امانت سپاریده شده بود. با واسطه این امانت نگاهدار پیشکش گردیده زینت بخش عشرت سرای نو شد. دویم زن قاضی دیهنو که خودش با خبر بلشویک آمد دلکف شده مرده بود، با واسطه جستجوی خزینه‌چی به حرم سرا آورده شد. سیوم دختر ابراهیم خوجه نام بخاری، چهارم دختر علی مردان نام خانقاهی و دیگران پی در پی آورده شدن گرفتند. حرم سرای دوشنبه هم به ارده بخارا نزدیک رسید، یعنی ظاهراً و باطناً اصول پادشاهی استواری یافت. امیر برای تجدید مکان و زیادتر فایده بردن از این سلطنتی دوباره به حصار رفتنی شده، در وقت سوار شدن اسب به حاکم دوشنبه که رکابش را می داشت گفت: این زنان و دختران آنقدر لذت ندارند. دختری جوانتر یافته از دنبال به حصار فرستان. حاکم: خوش تقصیر، گفته 3 بار تعظیم رکوع مانند به سجده نزدیک کرد. برای حاکم واسطه بلند شدن مرتبهش یافته شده بود، بنابراین فرصت را از دست نداده به واسطه دختر یابان خود درک کرد که در املاک توده حصار تیمورشاه نام کسی دختر جمیله دارد. فوری تیمورشاهی مذکور را آورده به سپردن دخترش امر فرمود. دخترم هنوز صغیره خردسال است، 8 سال دارد، گفته گریه کردن تیمورشاه هیچ فایده ای نبخشید. کار پادشاهی هزیل کاری نیست، باید بیچون و چرا به این امر راضی شوی، گفته برای اجرای این خواهش فرمان دادن حاکم به شاگرد پیشگان یراقدار خودش مسئله را حل کرد. در خود همان شب آن دخترک 8 ساله به قرغان حصار به اشرتگاه امیر عالم خان فرستاده شد. فردای آن روز خبری از حصار به دوشنبه برگشتن امیر به حاکم رسید. چرا به این زودی؟ حاکم می گفت. یسولی خبر بیار گفت: دخترک تیمورشاه به هیبت پادشاهی تاب نیاورده تصدقات ذاتی عالی شده است. این معنی را اهالی کرنمک حصار فهمیده به شورش آمدند، بنابراین به طبع همایون قدرت پیدا شده بود که زود برگشتند. افسوس که این نیکو خدمتی من عبث رفت. من امید کرده بودم که با این خدمت مقرب درگاه خواهم شد. حیفا که طالعم نتاخت. پدر لعنتی تیمورشاه دختری خود را درست تربیت نکرده بود است. امیر برگشته به دوشنبه آمد. سری زلفی تو نباشد سری زلفی دیگری، گویان عبدالحفیظ را که خردسال از گفته به دادن دخترش راضی نشده بود سر از کار کرده به جانب بایسون فرستاده، دخترش را آورده و قدرتی را که به سبب مردن دختر تیمورشاه به دلش پیدا شده بود با این وسیله برطرف کرد. ظفر بر بالای ظفر. از غیر 26 نفری که از اهالی حصار و دوشنبه و گریزگان بخاری به گناه جدیدی و بلشویکی به دست افتاده کشته شدند، از میدان جنگ هم 2 نفر عسکر سرخ را اسیر کرده آوردند. امیر اینها را به حضور خود در آورد و برای بیزاد شریک شدن به ثواب غزا برای هر کدام اینها یک شطرانگی با دست خود زد
و پس از آن امر داد که در بازار دوشنبه دار بسته اینها را آویخته کشند. برای یاری امیر آمده به بایسون فرستاده شدن 400 نفر باسمچیان فرغانه هم به پایدار بودن این ظفرها دلیل بود. اکنون دوشنبه ما از بخارا فرق ندارد، امیر به امام قل گفت. تنها یک کمی مون که در اینجا جای سیر و گشت کم است. مجبور می شویم که 2 شب در خرغان باشیم، 2 شب دیگر در دواریس، اما در بخارا 1 شب در ستاره مخاصه باشیم، شب دیگر در شیربدان. آنجا به دل زند به 4 باغ گل یا به تلچه یا به نیمنچه یا اینکه به ارک بخارا می رفتیم. گاه حولی های درون شهرمان را یک سیر می کردیم. در ماه 1 بار هم به هر کدام آنها نوبت نمی رسید. توی های قاضی کلام و خوشبیگی، دختر و پسر پیشکش کردن آنها و بسر ما تنگ پاشی هایشان را هیچ از یاد برآورده نمی توانم. خدا خواسته باشد باز به آن دولت ها به زودی می رسیم، امام قل گفت. لیکن برای خوشنودی خاطر عالی ممکن است که به هر کدام اعیان و دولت خواهان دوشنبه به نوبت ضیافت فرماییم. البته دختر و بچه باشد در اینجا هم قحط نیست. یک چیز هست که تنگه به دست مردم کمیاب است. این را هم به دادن 200 یا 300 تنگه از خزینه همایون که امروزها خیلی پر شده است به هر یک ضیافت کنندگان برای پاشیدن بسری مبارک چاره کردن ممکن است. این فکر هم به امیر خیلی خوش آمد و فوراً اجراش را امر فرمود. نوبت ضیافت به یار محمد بی رسید. این هم اسباب ضیافت را به قدری حال آماده کرده امیر را به حولی خود آورد و 300 تنگه‌ای را که به وی از خزینه داده شده بود از دروازه حولی تا در میهمانخانه‌اش به سر امیر پاشید. این تنگه ها را پیش خدمتان، محرمان و یسولان از زمین چیده گرفتند که هم امیر و هم اهل دربار خرسند شدند. تنها بی دختر گذشتن این ضیافت امیر را و اینچنین امام قل را که همه مسئولیت این ضیافت را به گردن خود گرفته بود خیلی ناخشنود کرد. عاقبت امام قل به زبان آمده به یار محمد گفت: شما یک خواهرزاده جمیله داشتید که مناسب جناب عالی بوده است. برای خوشنودی خاطر عالی همان دختر را پیشکش کردنتان در کار است. وی به پسر خودم نامزد است. یار محمد جواب داد: اگر حضرت سلامت باشم پسر شما بیزن نمیماند. حاضر خرسندی ذات عالی در کار است. اینجا یک گپ دیگر هم هست. یار محمد گفت: مادر این دختر که خواهر من است به جناب عالی مرحوم، یعنی به پدر جناب عالی حاضره، دامنرس شده بود. دور نیست که این دختر به جناب عالی خواهر باشد. در این صورت به این کار شریعت راه نمیدهد. به شریعت آراسته کردن این کار آسان است، گفت امام قل و فوراً حاکم سعادت را که مفتی عسکری این سلطنتی دوباره بود جیغ زده آورده برای این کار فتوا طلبید. مفتی عسکر هم در شریعت حرج نیست گویان فتوایی نوشته مهر کرده داد. با این همه یار محمد راضی نشد. امیر از خانه وی خشمگین شده برآمده به قرغان رفت و میخواست که امر شرعی را به واسطه بهادران دربار خود اجرا نماید. افسوس که خبر گذشتن اسکران سرخ و انقلابچیان بخارا از بایسون و رسیده آمدنشان به نزدیکی دوشنبه به حصول این مدعا خلل رسانید و امیر هم برای زیارت مزار امیر همدانی در تهیه سفر کولاب افتاد. فصل 19. زنک دیوانه. ماه فوریه سال 1921. شب تاریک، برف میبارد. لای برف به یخ‌آلوده کوچه های دوشنبه تا میان اسب آدم میبراید.
در دربار سلطنت دوباره امیر یک حرکتی از عادت بیرون سر شده است. از فراشان و محرمان گرفته تا سرکردگان و خود امیر کار می کنند، چیزهای قیمت بها را جدا کرده بار می بندند، لیکن همه این کارها را احتیاطکارانه و خاموشانه می کنند که کسی از این حال خبردار نشوند. یک قسم چیزهای قیمت بها و نقدینه خزینه دولتی دوباره را بسته به اسبان بار کرده فرستادند و باز به بستن به تیار کردن چیزهای دیگر مشغول شدند. اما حرکت بیرون شهر هم از جنبشی درون قلعه کمی نداشت. گروه گروه مردمان گوناگونی سلاحدار از طرف حصار می آیند و به هر طرف پراکنده شده می روند. در میان این گروه ها برای تقسیم چیزهای از تاراج سری راه در دست داشتهشان گاه زد و خورد هم می شود. خر از خر ماند گوشش را می برند گفتند. آنهایی که از رفیقان خودشان چیز را کمتر به دست در آوردند کوشش می کنند که از خانه دهقانی چیزی به دست درآورند و جای کمی های خود را پر کنند. 250 نفر از باسمچیان فرغانه که از صف غذا گریخته می آمدند به اولین کاروان امیر واخورده گفتند: یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. غرض از تشبیره گوشت خوردن است گفتند. پس چرا ما کوه به کوه و دشت به دشت از پی تاراجگری گردیم؟ این بارهای بسته و تیار شده امیر را که مانند دولتی ناگهانی از پیشمان برآمد به دست در آوردن از هر گونه تاراج بیشتر و آسانتر است. در نیم ساعت این فکر اجرا شد. آب گنده به خندق گفتند. مالهای امیر به دستی باسمچیان فرغانه افتاد. ابراهیم گلو هم که با دسته دزدان خود از صف جنگ ریخته می آمد به سر این واقعه راست آمده. دوای قرود آبی گرم است. گویان خود را به باسمچیان فرغانه زد و مالهای امیر را از دست آنها در ربوده به کوکتاش برد و برای سلطنت آینده خود خزینه اولین را برپا کرد. دزد را قرقچی زد گفته خرسندی می کرد. به درون قرغان هنوز کار دوام می کرد. پس از براه انداختن بارهای آخرین خودی امیر هم به اسب سوار شد و گرداگردش را از کران خاصه خودش و افغانان یاری دهندهش گرفتند. آوازتان را نبرارید و خبردار باشید که اسبهاتان شیهه نکشند گفته امیر و نزدیکانش به اسکران و افغانان گشته برگشته تاکید می کردند. یک غلغله بسیار پرهیبتی که گویا هزارها کس برابر فریاد می کشیده باشد برآمد. امیر با شنیدن این آواز گویا که هیکل یادگاری سلطنتی دوبارهش باشد مانند صورتی از گشت ساخته شده به بالای اسب بی‌حس و حرکت گردیده بود. غلغله نزدیک شدن گرفت. به هیکل جان درآمد، لیکن این جان نه برای اثر زندگی نشان داده به خلاصی خود کوشیدن، بلکه برای از بالای اسب به زمین افتاده مردن بود. امام قل به یارمندی رسیده آمد و از بازوی امیر نگاه داشته. نترسند و به خاطر خود هیچ اندیشه را ندهند که انشاءالله دولت برقرار است گفته او را تسلی داد. گروهی فریادکشان مانند سیل خروشان به قرغان نزدیک رسید. پیش این گروه یک نفر زنی که مویهای خود را مانند دیوانگان کشاده و پریشان کرده به اطراف خود پرتافته بود فریاد می کرد: نمانید این دزد را، نمانید که پس از تاراج کردن مملکت، ریختن خونها و پایمال کردن آبروی و ناموسهایمان از اینجا سلامت گریزد. نمانید که آسایش ما در گرفتاری این شوم قدم است. دیگران هم به آنچه که گفتنشان معلوم شود فریاد می کشیدند. گروه به قرغان رسید. آن زن: اطراف را چوب بندی کنید، این مردار به گریختن راه نیابد گفته امر داد. یک نفر مرد از یک کنار رسیده آمده: اوی دیوانه، اوی احمق، اوی موی دراز عقل کوتاه،
این چی بی‌حیاگی است که پیش گرفته ای؟ مرا رسوا کردی، بازگرد وگرنه حاضر میکشمت گفته به زنک خطاب کرد. اما زنک گوش نمیداد و نمانیدی خود را تکرار میکرد. کسی از گروه امیر جدا شده به نزدیکی آن مرد رفت و گفت علی مردان، مگر این زن توست؟ چرا این رسوا را به خود زنگ کردی و چرا راه دادی که وی از خانه برآمده به این بلوا همراه شود؟ زودتر علاجش را کن وگرنه با خانواده‌ات خراب میشوی. وقتی که من، علی مردان گفت، این را به خود زنگ کردنی شده بودم، این زنک رسوا نبود، بلکه یک دختر صاحب جمالی در عین هم بود. این چنان خوشرویی بود که حاکم سرجوی به خودش زنگ کرده بود. لیکن به حاکم سر نفرآورده 3 ماه عروسی را با جنگ و جدال گذرانید. عاقبت حاکم بیزار شده کالای بد بر ریش صاحبش گویان این را به خودی من بخشید. به من هم سر نفرآورد، دیوانگی را سر کرد. در اولهای کار دست و پایش را بسته 1 بار به زور به وی نزدیکی کردم. از آن نزدیکی یک دخترچه بر روی قدم آمد. دیگر بار به این نزدیکی کردن ممکن نشده باشد هم به خاطر آن دخترچه این را برآورده پیش نکردم. چند ماه پیش از این آن دخترچه را جناب عالی گرفتند. دیوانگیش باز زیادتر شد و هر زمان امیر را رفته میکشم گویان از خانه میبرآمد. بنابراین من به پای این اشکیل زده به مدان خانه انداخته مانده بودم. چنو کرده امشب در نبودن من خود را خلاص کرده بیرون برآمده است و این پای برهنگان را که از امیر دلگیر بودند به شور آورده است. در این کار من هیچ گناه ندارم. هنوز گفتگوزار آن کس با علی مردان به پایان نکشیده بود که از طرف عسکران و افغانان امیر تیرپرانی سر شد. مردمی بی‌عراق در زیر باران تیر به ایستادن تاب نیاورده در 10 دقیقه پراکنده شدند و برای گریختن امیر راه گشاده شد. اما آن زنک دیوانه به زمین خوابیده هنوز نمانید گفته فریاد می کرد. شما گفتار 25 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.